در مسئله ما سهمیه صحبت داشتیم. این برادرم یک خاطر رسون کرد. اینا میگم من در وقت دانشجو بودنم، استودنت بودنم 500 سوم دا گرفتم. شما میدونید که 10 ینوری 2010 سال پیش ای تمامی مردم تاجیکستان تمامش با از آن جمله نفرش که به حکومت ربط داشتن، مثلا دانشجو، دکتر، معلم، حتی فراش میگیم که پولشککا یا که اونها رئیسا دیگر، حتی روحانیان او ملاهایی که حق میگن یا که میگفتن در مسجدا کو برآوردن گفتن که سهمیه گرفتن این صدقه جاریه. یک کاغذک میته ایمو چند سوم میده که بگیری 100 سوم، 500 هزار، 100 هزار، حتی یک وزیر 35,000 دا گرفته بود. یا روحانی نامش خوب نیست گرفته 5,000 سوم دا گرفته، 5,000 سوم اون وقت گرفته بود. تبلیغاشون همین بود که سهمیه این صدقه جاریه. خیلی دیگر ما بعضیمون تری ساده دل نیستیم آخه دیگر یا ملو بگه تمام بگه دیگه خطا هم باشه حرمتش میکنیم میگیریم. خب به هر حال مجبور کردن همه گرفت. 220 میلیون دلار شد. با رسانه ها میگن، با گفتی رسانه ها یعنی که رژیم میگه که رحمانوف، با گفتی حکومت 220 میلیون دلار شد سهمیه های 2010 ینور جمع کرده شد نرخش. یعنی که همه گرفتن که مجبوری با راه فریب با راه زوره 220 میلیون دلار شد. ولی برادر گفت که سومی سهمیه ها را قرقش به مردم دادن، دیگراش در جیبشون زدن. نه، 60 میلیون دلار دیگه در بالاش مونده. 280 میلیون دلار ده تا هواپیما خریدن. هواپیماهای سومون ای را خریدن. سمالیات میگیم که سومون ای را بعد چیکار کردن؟ آوردن شد در فرودگاه دایره گرفتن، زنکو دایره زدن، خوشامد گفتن هواپیما خریدیم تاجیکستان پیشروی کرده. پولی سهمیه را همین کار کردن. روغن خب تاریخ نه چندون کونه های سال 1976 تأسیس یافتگی. یعنی روغن سر چشمش یا که روزی تاریخ اولش 1976 های. 1986 همون محله که روغن که میگه همون محله را به نام روغن اون کرد. یعنی 110 کیلومتر ایدیشم دورتره. با مبلغی 4 یا 4.5 میلیارد دلار ساز میشه روغن. یعنی روغن ما و شما تعریفش میکنن که با مبلغی 4 یا 4.5 میلیارد دلار 4.5 میلیارد دلار ساز میشه.